نباید احساس کنه که کسی هست. واقعا ما هیچی نیستیم. توجه داریم به این مطلب؟ بله. آره ببخشید. درست عرض میکنم؟ بله ما هیچی محسوب نمیشیم. محسوب نمیشیم. آفرین، محسوب نمیشیم. آقای رئیس بنده یه اعتراض آیین نامه‌ای دارم. آیین نامه؟ بله. آیین نامه چیه برادر من؟ هنوز مجلس رسمی نشده که شما اعتراض آیین نامه‌ای داری. اصلا ما اعتراض قانون اساسی فرق میکنه معنیش، اعتراض آیین نامه‌ای تفاوت میکنه. بس بذارین یه شعر بخونه. شعر میخوای بخونی؟ آره. شما چون یه شعر خوندی منم گفتم یه دونه بخونم ها. خب حالا اگه شعر اینجا گیر کرده بخون بابا. میگه هیدر بابا دنیا یالان دنیاده. هیدر بابا دنیا yalan dünyadır. Süleyman'dan Nuh'tan kalan dünyadır. Oğul doğan derde salan dünyadır. Teveccüh kن reis derde salan dünyadır. خیلی باحال میشه اینجا. من مخلص آقایون عزیزی هستم که ترک زبان. معنیشو بگم که متوجه بشین ها. معنیشو بگو. ها بگم. میگه هیدر بابا دنیا یالان دنیاده. اینجا خود هیدر بابا رو صدا میکنه. میگه هیدر بابا معنی همون. هیدر بابا. خب دنیا یعنی دنیا دروغگوه. ها؟ دنیا هیچ داخلش هیچ نیست. خیالتون را اینو بذار کنار. چقدر قشنگ داره میگه از زمان حضرت نوح هم حضرت سلیمان هم چه بوده. ببین بوده ها. آره دنیا بوده. چقدر قشنگ جناب رئیس. دست درد نکنه. خوب بود؟ بشین ساکت باشین بازم میگم. بشین آقایون